تیم‌های سرافشان و حاصلات برای به دست آوردن نشان‌های برنجی مسابقه جام جوانی مبارزه بردند. دیدار دسته در ورزشگاه مرکزی پایتخت صورت گرفته با غلبه بازیگران حاصلات ختم شد. قابل قید است که باشگاه سرافشان در مرحله نیم نهایی از دسته وحش و حاصلات از کلوب مرکزی ورزش ارتش مغلوب گردیده بود. محمد امین احمدزاده در دقیقه 8 گل زده حساب را به فایده حاصلات کشاد. با گذشت 5 دقیقه زیارتشاه مخشولوف نیز به دروازه سرافشان گل زد و نتیجه واخوری 2-0 گردید. و بازیگران سرافشان میسر شد که در دقیقه 24 به یک گل سرداده خود جواب بدهند. سلطانبک فاضلوف توپ را با دروازه رقیب وارد نمود. با وجود تلاش‌های قابل توجه هر دو دسته در قسم دوم، حساب به تغییر باقی ماند و حاصلات برنده زینه سوم در مسابقه مذکور گردید. مسابقه عنعنوی جام جهانی 2025 به انجام رسید. این مسابقه سال چهارم است که از جانب لیگ فوتبال تاجیکستان میان هیئت‌های جوانان دسته‌های لیگ عالی تشکیل و برگزار می‌گردد. امسال به فینال این مسابقه دو دسته بهترین کلوب مرکزی ورزش ارتش و وحش را خط گرفتند. دیدار نهایی مسابقه مذکور در ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی برگزار شده با حساب 4-1 به فایده ارتش ها جنبش گردید. حساب واخوری در دقیقه های اول از جانب دستپروران جمشید براتوف بازگردید. حمله‌ور سامان سلیمانزاده ضمن یک هجوم با برار به زدن گل موفق گردیده دستش را در حساب به پیش برآورد. در 5 دقیقه آخر وقت اساسی نیمه اول فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزش ارتش با زدن 2 گل دیگر دست یافتند. در دقیقه 42 اسماعیل بابویف نتیجه را 2-0 کرد. با گذشت 3 دقیقه مصطفی ملکشویف گل یکم خود و سوم دستش را تسلیم توری حریف نمود. نیمه اول با 3 گل به جواب ارتشی ها ختم شد. بعد تلاش‌های پیوسته به فوتبال بازان دسته وحش میسر گردید که با زدن 1 گل دست یابند. در دقیقه 59 رقابت ضربه زده یعقوب جان مرادوف را دروازه‌بان ارتشی ها برگرداند، ولی در کوشش دوم محمد موسی کورکوف با سر توپ را وارد دروازه کرد. با نتیجه این واخوری در دقیقه 82 رقابت شهباز حبیبوف نقطه نهایی را گذاشت. در نتیجه رقابت مذکور با حساب 4-1 جنبش گردیده کلوب مرکزی ورزش ارتش بار دوم در مسابقه جام جوانی عنوان قهرمانی را به دست آورد. بار آخر ارتشی ها در سال 2023 نیز در این مسابقه قهرمان گشتند. در مراسم جایزه سپاری نایبان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف و سیولی دانیارزاده، رئیس ناحیه رودکی عبدالغفار حکمت الله زاده، دیرکتور ژنرالی لیگ فوتبال تاجیکستان سبحان شادیف و دیگر مهمانان شرکت نمودند. جایزه بهترین دروازه‌بان مسابقه به بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش حسن الدین محمدعلی تقدیم گردید. بهترین نشانزن بهروز خوجایف از دسته وحش با 9 گل دانسته شد. شهباز حبیبوف حمله‌ور ارتشی ها باشد بهترین بازیگر رقابت نهایی اعتراف گردید. همین طریق به فوتبال بازان دسته حاصلات که در مسابقه مذکور برنده زینه سوم شدند مدال های برنجی مسابقه تقدیم گردیده. اینچنین مکافات پولی در حجم 10,000 سومانی به دست آوردند. فوتبال بازان تیم وحش باشد نشان های نقره را به گردن آویخته با آنها اینچنین مکافات پولی در حجم 20,000 سومانی تقدیم گردید. با قهرمان مسابقه فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزش ارتش نشان های زرین سپرده شده در فضای تنتنوی جام را بالای سر برداشتند. جای تاکید است که دسته غالب مکافات پولی در حجم 30,000 سومانی نیز کسب نمود.